خب حضرت جان، سوال دیگر همین است که آیا پرنده را در قفس نگاه داشتن جایز است یا اینکه نه، و کدام پرنده ها را ناجایز است و کدامش جایز است؟ درست است. ماشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیران عزیز، ما در اولی صحبتمان با امروی امید جان گفته بودیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله سبحانه و تعالی میگه که بنده من در سخن گفتن احتیاط باش، در جواب گفتن احتیاط باش، با دروغ نگویی که فقط در نزد الله جواب میگی. یعنی من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد. یعنی پیغمبر علیه السلام در دیگر حدیث میگه که ای امتی من، دروغ گفتنی در بین یکدیگر در حق یک از دروغ میگی، او دروغ گفتنی در حق ما مثل من نیست، خداوند شما رو جهنم میبر. اگر کسی از پیش خودش یک کاری که من نکردم، پیغمبر میگه من نگفتم، اگر تو گفتی، یقینا جد در جهنم است. برای این سبب الحمدلله رب العالمین باید ای سخن دروغ، از فتوای دروغ امید جان باید ما چیکار کنیم؟ پرهیز کنیم. خوزی بعضی ها را اگر پرسی همین سواله، او ممکن است باید اینا کاوگی ما را امید جان ببینه کاوگ در بالای سرای اون کاوگ اینمون. الحمدلله رب العالمین هم اینا ببینن، بعد هم جواب میگم. این امید جان میدونی کدام کتاب است؟ این شرح صحیح ادبی مفرد بخاری است. شرح صحیح ادبی مفرد امام بخاری است. خب امام بخاری بغیر صحیح بخاریش با چی داره؟ ادبی مفرد داره. با این شرح صحیح ادبی مفرد شد با کدام محدثین الحمدلله این مفرد گرفتن، تصحیح کردن، بعضی حدیثای ضعیفش برو آوردن و حدیثای شش کار کردن، ان شاء الله در اینجا جمع آوری کردن. همین ادبی مفرد امام بخاری چی داره؟ باب الطیر فی القفص. باب الطیر فی القفص باب داره ادبی مفرد که این باب در باره پرنده در قفس، یعنی جایز بودن پرنده در چی؟ در قفس. لکن بعضی ها امید جان از بعضی چیزا خبر ندارن. این اگر بگه که یک کاوگ ممکن نیست در قفس داشتن، برای که وزیق میشه، برادر میبخشی، خودت قربانیت یک سال پیش میگیری، میتی بوقت میتی قشقارت جو میتی در آغلی تاریک میبندی، وزیق نمیشه. سبحان الله سبحان الله. چخیل ما نمیفهمیم. اگر اون میدونه که مرا قربانی میکنن، بو مرا جو نمیخره. الله سبحانه و تعالی عقل دادگی نیست حیوان ده، تمیز دادگی است. یعنی آب و حیات جدا کرده میتونن، عقل ندارن. این نمیدونه حیوان مرا برای چی بستگیان. او خرسنده که مرا جو داده صاحبم فربه میشم، او به خبره که مرا قربانی ده میکشن و این نمیدونه. برای این سبب الحمدلله رب العالمین امام بخاری رحمت الله علیه در ادب مفرد چی داشته است؟ باب داره، بابی پرنده در قفس. عن انس رضی الله تعالی عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له ابو عمير وكان له نغير يلعب به فقال يا ابا عمير ما فعل او اين النغير. خب انس ابن مالک، انا پدرش مالک در شرک مرده، مادرش انا امی سلیم کنیش نامش رمیسا بود. میجان زنی بود که مادر جانمون سبحان الله وقتی که امی طلحه پیش آمد گفت که مرا نمیگیری. طلحه مشرک بود وقتا. گفت میگیرم یا شرقتی. گفت چی؟ گفت که بگو که لا اله الا الله محمد رسول الله مزنی تو. گفت که محلش میگم آوردن شاهدارا کلمه را گفت این محریتان امی طلحه را دعوت کرد، چیکار کرد؟ ایمان قبول کرد. از همی طلحه دادری انس ابو عمیر شده بود. انس که خودی پیغمبر بود، 10 سال در خاندان پیغمبر خدمتگار بود. وقتی که الحمدلله رب العالمین آدمای بای در مدینه، وقتی که پیغمبر علیه السلام از مکه هجرت کرد به سوی مدینه، بایا هر چی تحفه بردن برای پیغمبر، گوشت بردن و هر چی بردن، لباسا بردن. مادر انس رمیسا مادرمان هیچی نیافت خونش که برای پیغمبر گوش تحفه برد. و چی کار کرد؟ دید که انس ای بیره آمد 10 ساله بعد سر دهش شوش تا گریان و خوشبویی زد، گریه ای دستش گریان پیش کی برد؟ پیش پیغمبر علیه السلام برد. پیغمبر علیه السلام مهربان بود. گفت چرا گریه میکنی اوچه جان؟ گفت که یگان تحفه نیافتم که برای تو تحفه بیارم، انس جان آوردم. اون اسم میگفتن شه انسک، انس جان. بعد پیغمبر اجاش خیز بوسه که سر دهنی انس، گفت که میره به فرزندی قبول کردم. 10 سال در خاندان پیغمبر انس خدمت کرده. حتی انس میگه که یگان بار پیغمبر علیه السلام مرا جنگ نمیکرد، یک جا روان میکرد، میرفتم قطی رفیقان بازی میکردم، یک محل نگاه میکردم که یک سایه در بالای سر من نگاه میکردم که رسول الله تبسم داره. هیچ پدر و مادر چنین پیغمبر مهربان نبود. میگه برای این سبب الحمدلله رب العالمین
امام بخاری همین باب میاره در اینجا که یعنی درست است که پرنده را در قفس چیکار کنی، یعنی نگاه بین کنی. پیغمبر علیه السلام میگه که در آمد خانه ما دید پسر از برای ابی طلحه ابو عمیر بود و از برای ابو عمیر نغیر گفتنی پرنده داشت، یلعبو به بازی میکرد با این پرنده. فقال یا ابو عمیر ما فعل نغیر، یا روز آمد که مرده امو پرنده در سبد بودگیش. پیغمبر علیه السلام گفت که چی آفت رسید در این پرنده تو ای ابو عمیر؟ گفت که کسل شد مرده. همین خب مصنف این بابا برای وی میاره که یعنی برای جایز بودن امساک طیر، یعنی پرنده را در قفس داشتن. خب انا جایزه که پرنده را در قفس چکار کنیم، یعنی نگاه بین کنیم. اگر کسی پرسه که انا او حدیثی که در امام مسلم آمده است، حدیث صحیح است که انا عذبت امرأة فی هرة، یعنی او زنی را که در باره پیش خداوند جهنم برد، چی میگیم؟ میگیم که حدیث صحیح درست است که او زن داخل جهنم شد که پیشک در خانهش محکم کرد، قلف کرد، هویش ندادک، انا مردک ای گرسنگی و تشنگی را داخل جهنم شد. خب این چی معنا داره؟ پیغمبر علیه السلام گفت که نه طعامش داد، نه آبش داد، نه هویش داد که چیکار کنه؟ ای حشرات زمین خودش یافته میخوردک و به سبب وی جهنم را امیدوارم که محکمش کرد. نه که اگر کسی خوب پیشک باشد، خوب هر حیوان باشد، در خانه گاه بینش کرد او علفش بتید یگان باکی ندارد. از اون جمله پرنده ها هم اگر به شرطی که دان واسه باور کنه بعضی کوگبازا و میجان زنش پیسته نمیتیه، یعنی کوگشتی میتیه، کوگشت پیسته میتیه، میره ای بازار پول زنش زوره بکنه که برای من کمردک جان یک خک پیستا بخورم، میگه برای کوگم گرفتم. این قدری که از بازار را بین امیجان شب خانه رفته اسباشونو میمولن تو روزه تو یک وقته. من حتی یک چوانداز گفتم الحمدلله شوخیش کردم، گفتم که شوا میمولیش ایگو بوبی همه جاشو میمولم. بعد شوخیش کردم امیجان گفتم که اگر ینگم یک میمولیدی 1 سال و 2 بار میزوید. برای همین سبحان الله یا حیوانات هم قدوس میدارن، سبحان الله. برای همین سبحان الله درسته که در شریعت ما کوگه در قفس بگیری آبادان شبوته، هر چی را که آبادان شدادی ثواب هست، گناه نیست. گناه در وقتی بدست میجان که نگاه بینوش نکنی، ای گشنه یا تشنگی رو بمره و در نزد الله جواب میگی. اگر آب شدادی درست است، دان شدادی درست است، باکی ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، یک سوال دیگر در میان اومد که بسیاری میگن که مثال او پرنده را هم نفس دارد و همه خواهد در آزادی بگردد و مثال با همسر مثال هم خوبگی مثال چگونه که شوهر بازانش هم خوبگی بکند، مثال ای هم خیلی خواهش دارد، میگه در این چیست؟ امیر امیجان باید بدانیم که در قانون اسلام دو گروه در نزد الله جواب میگد. الله سبحانه و تعالی در سوره زاریات میگد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله میگه که من انس و جن برای توحید آفریدم، یک تا پرست باشن. دو گروه را الله در قیامت میپرسه، برای انس و انسان ها را میپرسه، یعنی عبادت کردی نکردی جن ها را میپرسه. دیگه یگان گروه مردم از بین 1000 نوع مخلوق، 18,000 حدیث ضعیف است امیجان، 1000 نوع مخلوق حدیث صحیح است. مولا علی قاری خدا رحمتش کنه در مرقات همین حدیث میاره که حدیث 1000 نوع مخلوقش الله آفریدگی صحیح است و 18,000ش چی هستن؟ نه، حدیث ضعیف است. برای این سبب الحمدلله رب العالمین برای حیوانا انسان یگان خیل در نزد الله جوابگو نیستن. اگر حیوان هیچ محل هوی امنیت در یگان یعنی ماده‌اش هم نپره، هیچ در نزد الله جواب نمیگیرد. نگاه بینش کن آب داشته بته یگان خیل گناه نمیگیرد. برای چه بعضی چواندازا میگن که بابی اگر ما چی کنیم اسب ماندر اگر بیت الله بمونیم دیگه نمیمونه سوار شیم، برای همین بی آداب میشد، یعنی گناه نمیگیرد، با کی ندارد و الله برای ما و شما آفریده است. یعنی یگان خیل حتی برای حیوانا در این مثلا برای انسان حرام است در خواهرش رسیدن، در اپر رسیدن، در مادر رسیدن، برای حیوان فرق نداره، فقط نسل خوب نمیتیه، لکن گناه نمیگیره، انسان گناه نمیگیره، نسل خوب نمیگیره. برای این سبب امیر باید بدونیم که یعنی جوابگری در چی دست میجان؟ در دو گروه انسان ها جن ها جواب میگن. دیگه برای یگان خیل حیوان نگاه بینش کرده، یگان خیل انسان چی نمیکنه، یعنی در نزد الله جواب نمیگد. همین آبادان شده خوب نگاش کنه ثواب میگیره، اجر است. اگر سگ رو در خانه بانی کنی چی؟ خب در باری سگ امیجان همین است که باید سوالی خوب دادی امیجان. سگ 3 صورت سگ نگاه کردن درست است. حاضر میبینیم که در کوچه ها میگذاریم با اکثر جوانای تاجیکشان با
یوروپیسا مونن کردیان آخه اومه جان ما مسلمانیم که ما مردم تاجیکیم ما کی سگ بوسیدیم نعوذ بالله عیبه که یا جوانو میبین داداش یا سگ گرفته برده در کوچه دوشنبه نعوذ بالله حرامه در خانه سه صورت سگ درسته یکی سگ چوپانی باشد که ده مرده ها دارن برای گرگ نگاه کردن دوم زراعت ها نگاه کنن و سوم شکاری باشد سه سگ درسته در خانه دانو چیکار کنی نگاه بین کنی اگر بغیر این سه صورت اگر اومیجان در خانه کسی سگ داشته باشد هر روز یک قیرا ثوابش کم میشد از پیغمبر علیه السلام پرسیدن یک قیرا چند است گفت چنی احد ثوابش کم میشد این یک تا دومش که در کدام خانه که سگ است یگان ملائکه داخل نمیشد من همین امروز در کوچه ها در دست جوانای ما سگا نعوذ بالله حتی در دست زنای تاجیک هم سگ میبینی اول اعوذ بالله برای مردم تاجیکستان ما چی میگم میجون برای جوانا و دخترها شما علم اروپیسا را بگیرید عادتشو نگیرید ما مسلمانیم الحمدلله نیم که تو رنگ وی لباس پوشی نیم که تو عادتی سگ بازی وی را بگیری تمامی کسله ای آبی دهان سگ چی میشه اومی جان حتی در حدیث صحیح پیغمبر علیه السلام میگه که سگ اگر یک کاسه را یک طبق بلیسد خوگم بلیسد خوگه به 3 بار شوشتن تازه میشد طبقش سگ 7 بار میشوی یک بار به خاک میشوی بعد تازه میشد یعنی تمامی میکروبای چی میگذشته است از سگ میگذرد برای این سبب خواهش میکنم ای مردم زیبای شریف تاجیکستان سگ باز نشوند نعوذ بالله این کاری گناهی نو در خانه سگ ماندن یگان ملائکه داخل نمیشد یگان فرشته داخل نمیشد خدا توفیق دهد ما و شما را حضرت سوال دیگر همین است که ما چیکار کنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما رو شفاعت میکند حضرت جان یک سوال دیگر است که امروز بسیاری جوانا همین سوال هم در واتساپ ایمیل که دیگر شبکه ها می نویسند خواهش کردن که پرسان شویم خوردن اکرچکا و کلباسه هایی که در شهر روسیه مهاجرایی که کار میکنن میگه ما میتونیم از همین ها استفاده بریم و از کدام نمودش استفاده بریم و از کدام نمودش نه یعنی در این حالت طلاق میشود بارک الله وقتی طلب کرد که طلاق میشه و طلاق پونگ دار اومی جان من در حالت غضب پیغمبر علیه السلام میگه طلاق خی نمیشد برای چه پیغمبر علیه السلام میگه که لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق در حالت چقدر غضبی سخت باشه طلاق نمیشه در حالت هیچ طلاق نمیشه بسیار پونکتای داره کسی اگر 1000 طلاق یت میشد اومی جان 100 طلاق یت میشد 3 طلاق به لفظ یت میشد یعنی پونکتو داره اید بومری خوب نیست اومی جان اید بومری خیلی جوان در زمین فرو بکشه بهتره از این بیناموسی ده بدن او زنی تام فروش ده همه جاش رسیدگی هم او میفروشه آلتای دیگه کس رسیدگی جای وره میلسه و شیرینه ای زنی که خودش پاکیزه اومی جان هیچ کی رسیدگی برای همین لذت نداره بهترین جواب خدا برکت بده ماشاءالله